جلسه دوم دنباله بحث پردازش تصویر با سطح پایین. دومین مورد استفاده‌ای که میگیم اینه که دومین پیش پردازش اینه که تصویر را مجدداً کوانتیزه کنیم. یعنی در حقیقت تصویر کوانتیزه هست. مثلا یک تصویر 300 در 400 پیکسل f x و y هایش بین اعداد 0 تا 255 هست. یعنی مقادیر f x و y رو که نگاه می‌کنی ممکنه 110 باشه، ممکنه 25 باشه، ممکنه 1 باشه، ممکنه 0 باشه و ممکنه یکی از اینا 255 باشه. در حقیقت f x و y را با 8 بیت میتوان نمایش داد. اتفاقی که بعضی وقتا لازمه بیفته اینه که برای چی ما f x و y رو تعداد سطوح کوانتیزش رو ثابت نگه داریم. میتونیم به جای استفاده از 8 بیت این رو بکنیمش 4 بیت و به جای آنکه مقادیر روشنایی 8 بیت باشند آنها را مجدداً کوانتیزه کنیم و اعداد را مثلا 4 بیتی کنیم، 4 بیت کنیم، 7 بیت، 6 بیت، 5 بیت، 4 بیت که الان نمونه ها و اثرش رو میبینیم. بنابراین تغییر سطح کوانتیزاسیون بدیم، تغییر سطح کوانتیزاسیون بدهیم. این کاریه که میتونیم انجام بدیم که مفصل در موردش بحث خواهیم. 3. میتونیم تصویر رو کراپ کنیم. میتوانیم تصویر را کراپ کنیم. عمدن از این لغات استفاده میکنیم که وقتی داریم پیپرها رو نگاه میکنیم باهاشون آشنا باشیم. کراپ کردن تصویر یعنی چی و چرا اتفاق میفته؟ مثلا تو کارهای علمی، بسیاری از کارهای علمی یه سری تصویر داریم که یه پدیده‌ای در یه جای نسبتاً ثابتی از تصویر اتفاق میفته. مثلا در اینجا، حالا بازم یه تصویر دیگه هم دارم از همون پدیده که مثلا یه دانه در یه جایی رشد کرده. حالا این دانه در مرحله اول، تو مرحله دوم دانه همین جا سری رشد کرده همینجا تو تصویر صدم اینجا 1 2 و این تصویر صدم دانه رشد کرده و به این تبدیل شده. بسیار خوب، من میخوام که بیام و دانه رو پردازش کنم. این تصویر من 1000 پیکسل در 1500 پیکسل. همونطور که دیدید من اصلا احتیاجی ندارم که واقعا تمام این پیکسل ها رو در نظر بگیرم. در ضمن نمیخوام ابعاد رو کوچیک کنم، چون اگر ابعاد رو تغییر بدم ممکنه اطلاعات داخل دانه که برای من خیلی مهمه تغییر بکنه. بنابراین چرا بیام اون کارو بکنم؟ این همه اطلاعات رو بیخود پردازش میکنم، تمام پردازش ها برای این زمینه زیادیه. بنابراین میتونم بیام تصویرم رو برم مرکز ثقل اینجا رو پیدا کنم، چون من نمیدونم که مراحل رشد این تومور دانه به چه شکله، یک ماکسیمومی که در آخرین بخش دارم رو لحاظ میکنم، میرم به بالا و پایین، یک ماکسیموم از این ور در نظر میگیرم و میام و تمام تصاویرم رو حول مرکز ثقل
هر بار مرکز صفر رو پیدا میکنم و تمام تصاویرم رو حول این برای این ماکسیموم مقدار میبرم. بنابراین من همچین چیزی رو خواهم داشت، همچین چیزی رو خواهم داشت. این عمل که در اینجا انجام میدم اسمش کراپ کردن تصویره. دقت کنید که یک پیش پردازش به هیچ وجه خود اون سابجکت یا موضوع مورد بحث کوچیک یا بزرگ نشده و در نتیجه اطلاعاتش تغییر نکرده، ولی من تصویرم رو به جای 1000 در 1500 تبدیل کردم به تصویر 500 در مثلا فرض کنید 650 و حالا تمام رده تصاویر من دارای ابعاد 500 در 650 هستن و من این رو کراپ کردم، زوم یا مگنیفای نکردم، کراپش کردم و یکی از روش‌های پیش پردازش ما که بسیاری از کارهای علمی ما رو فوق‌العاده ساده میکنه همین. دیگه مسئله دینویزینگ تصاویر مطرح میشه. تصاویر بسیاری از اوقات وقتی اخذ میشن با نویز آغشته میشن. نویزها انواع دارن. بنابراین 3 دینویز کردن تصاویر یا نویز زدایی از تصاویر. نویزهای تصاویر به 2 دسته عمده جمع شونده و ضرب شونده تقسیم میشن. یعنی چی؟ یعنی من یک تصویر دارم که اسمش fx و y. این تصویر من، تصویر اصلی بدون نویز. این میاد و جمع میشه با یه نوع x و y که این نویزه و برای من تصویر x، تصویر g x و y رو میسازه. اون چیزی که در دست منه اینه، این تصویر نویز داره. این در دست منه، در دست ماست. نویزدار در دست ماست. این چیزی که من و مسئله‌ای که هست اینه، با در دست داشتن تصویر نویزی من چگونه میتونم fx و y رو ازش در بیارم؟ مسئله‌ای که اینجا دارم توضیح میدم اینه که مشاهده میشه که نویز برای هر x و y با fx و y جمع شده و این نویز از نویز جمع شده. ممکنه که gx و y یعنی تصویر خروجی من fx و y باشه که ضرب شده در نویز x و y. این نویز ضرب شونده است. خواهیم دید که اصولاً اگر نویز ضرب شونده باشه به دست آوردن fx و y از داخل gx و y کار دشوارتریه نسبت به نویزهای جمع شونده. بنابراین نویز زدایی تصاویر جمع شونده با نویز معمولاً ساده تر از تصاویر با نویز ضرب شونده هستن. خود نویزهایی که در تصویر وجود دارند به انواع بسیار زیادی تقسیم میشن. نویزها به انواع بسیار زیادی تقسیم میشن. من الان در این زمینه زیاد توضیح نمیدم. تو بخش نویززدایی تصویر به اونها خواهیم پرداخت. نویزها ای که به تصویر اضافه میشوند یا در آن ضرب میشوند انواع مختلفی دارند. بعداً در این زمینه مفصل صحبت میکنیم. ولی فعلا پروسسینگ ما یا انهانسمنت ما اینه که تصویر نویزی گرفته بشه و این تصویر منه که توش پر نویزه و هدف من این همون جیه x و y و هدف من اینه که یک پردازش نویز زدایی اینجا قرار بدم و چیزی که به دست میارم تصویری باشه که بدون نویز تصویر من رو بده و نویزهایی که در اینجا وجود داره رو به دست بده. در
عمل نویز زدایی مهمترین عاملی که باید در نظر گرفته شود آن است که الگوریتم یا پردازش نویز زدایی اطلاعات خود تصویر را از میان نبرد یا تغییر ندهد. عمده مطلب همینه. ما یک پردازش نویز زدایی در اینجا گذاشتیم، تصویر رو بهش دادیم، بناس نویز رو حذف کنیم. ولی اگه چشم این چیز رو هم، گربه رو هم حذف کنه، یعنی چشم این گربه رو هم به عنوان نویز نگاه کنه، همونطور که نقاط اضافی رو داره حذف میکنه، چشمای این هم حذف کنه، اگر این سبیل‌های گربه که در اینجا وجود داره توی نویز زدایی حذف بشه، بنابراین بله من نویز رو حذف کردم ولی خود تصویر رو هم تحت تاثیر قرار دادم. بنابراین یک نویز زدایی خوب نویز زدایی که نویز ها رو حذف کنه و خود تصویر اصلی رو حفظ کنه، که در این زمینه مفصل بعداً صحبت کنیم. دیگه از کارهای لو لولی که میتونیم انجام بدیم و تصویرمون رو ارتقا بدیم و آماده کنیم برای اینکه پردازش‌های بعدی انجام بگیره، ارتقای کانترست. 4 ارتقای کانترست یا کانترست انهانسمنت. جریان از این قراره که یک تصویر رو که داریم نگاه میکنیم، فعلا منظورمون یک تصویر سیاه و سفیده، یعنی خاکستریه. در حقیقت ممکنه که مثلا من اینجا یه آدم رو داشته باشم که تو عکس برداری که کردم از قیافه این آدم یه نوری که از یک طرف چهره اون به این تابیده بسیار شدید و اون طرف چهرهش اصلا نور نخورده باشه. بنابراین من که نگاه میکنم میبینم توی عکس من یک طرف چهره این آدم کاملا سیاه و یک طرفش کاملا شدیداً نورانی و مشخصه که چیزی که میگم اینه که این تصویر دارای کانترست بسیار بالاست. کانترست یعنی چی؟ کانترست یعنی تفاوت روشنایی دو ناحیه مجاور از تصویر. به این دیگه کانترست. بسیار واضحه که کانترست یک مفهوم لوکال یا محلی در تصویر است. این تعریف کانترست. بنابراین در حقیقت کانترست یک مفهوم لوکال یا محلیه. و چیه کانترست؟ تفاوتیه که بین دو تا ناحیه از تصویر تو روشنایی وجود داره. مثلا فرض کنید که من الان دارم اینطور هاشون میزنم و این روشنایی اینو مشخص میکنه و اینجا این دارم هاشون میزنم و این روشنایی اینو تعیین میکنه. توی این مرز برای من که یه مرز لوکال از تصویر هست، کانترست تعریف میشه که باید باشن از تفاوت روشنایی پیکسل های اینجا و اینجا. درست به همین دلیل من به این میگم های کانترست پیکچر. پردازشگر ارتقای تصویر، پردازشگر باید کاری بکنه که از تصویر این آدم چیزی که تولید میشه اینه که اطلاعات که اینجا حذف شده سطح روشناییش کمتر بشه و اینجا که نور بسیار زیاد خورده هم یک کمی سایه ببینه و بنابراین من تونسته باشم و کانترست رو خیلی کاهش بدم در این مرز و اصلاح بکنم. و اصلاح کانترست هم برای دید انسان بسیار مهمه. اصلاح کانترست هم برای دید انسان مهم است، هم اگر
به کامپیوتر داده شود تفسیر آن توسط کامپیوتر ساده تر خواهد. این موضوع مخصوصا یعنی این ارتقاء کانترست تصاویر مخصوصا در تصاویر پزشکی از اهمیت بسیار زیاد برخورداره. اصلاح کانترست مخصوصا در تصاویر پزشکی از اهمیت فوق العاده زیاد برخوردار است. چرا؟ مثلا تصور کنید که من اینجا یک تصویر دارم از یک تومور سرطانی و تصور کنید که اتفاقا این تومور سرطانی در یک ناحیه بسیار تاریک تصویر قرار گرفته باشه، نیمیش و نیم دیگر بخش روشن و اتفاقا اطلاعاتی که من احتیاج دارم دقیقا همون چیزی که تو بخش تاریک هست. وقتی من این تصویر رو میدمش به پزشک، این نمیدونه زیر اونجا چه خبره. حالا که اگه من کاری بکنم که با یک پردازشگر این تصویر تبدیل بشه به این که اینجا یک کمی آشور بخوره و یک کمی تاریک بشه ولی اون تاریک اونجا به اون قدر قبلی باقی نمونه، آن وقت دکتر میتونه با دقت بیشتری قضاوت کنه که چه خبره. بنابراین فعلا اینو میدونیم که اصلاح کانترست مخصوصا در تصاویر پزشکی بسیار مهمه. دوباره مثل دینویزینگ باید مواظب باشیم که به هنگام کانترست انهانسمنت الگوریتم ما اطلاعات تصویر رو تغییر نده و این رو دائما تکرار میکنیم. باید مواظب باشیم که به هنگام اصلاح کانترست خود اطلاعات مندرج در تصویر را تغییر ندهیم و همین جاست که مسئله حساس میشه، از حساسیت زیادی برخوردار میشه. دیگه چی؟ 5 حذف حرکت و دیفوکاس بودن از تصاویر. restoration image restoration image به این میگن ایمیج رستوریشن. جریان از چه قراره؟ جریان از این قراره که یه اتومبیل در حال حرکت با سرعت خیلی زیاد و من از اون یه عکس میگیرم. اتفاقی که میفته اینه که یه شکل بلور شده، مبهم شده از اتومبیل در نظر میگیرم. این شکل بلور شده یه اتومبیله. اگه ما وقتی که از خودمون هم میخوان عکس بگیرن درست در همون وقتی که دیافراگم دوربین بازه با سرعت سرمون رو عبور بدیم تصویر مبهم میشه. آیا اگر من یک تصویر از یک اتومبیل که در حال حرکته اخذ کرده باشم میتونم با یک پردازش با یک عمل رستوریشن تصویر اتومبیلی که در اینجا وجود داره رو به دست بیارم و میشه همچین کاری کرد؟ بله، پردازشی وجود داره که میتونه این کار رو برای ما بکنه که یه فصل از درس ماست و به طور مفصل در این زمینه صحبت میکنیم. این مال حرکت. اما یکی از مباحث دیگه‌ای که تصاویر رو بلور یا مبهم میکنه اینه که دوربین ما دیفوکاس باشه. من میستم اینجا و میخوام از یک چیز مهمی عکس بگیرم ولی دوربین من درست روی آبجکت مورد نظر فوکاس نیست. عکس رو میگیرم و عکس تار میفته. یعنی بنابراین رفع تاری تصویر در اثر حرکت، رفع تاری تصویر در اثر فوکاس نبودن. هر دوتا قابل حذف چنانچه خواهیم دید. یکی از کارهای دیگه پری پروسسینگ در لو لول که میتونیم انجام بدیم و مهمه 6
اثر نور پردازی غیر یک نواخته، یعنی non-linear illumination. جریان از این قراره، من یه تصویر دارم، من یک میز دارم که روی این میز مثلا یه نقشه هست، اینجا نقشه هست و من میخوام با یک دوربین از این نقشه‌ای که اینجا روی میزه عکس بگیرم و میخوام که این عکس خیلی با کیفیت عالی به دست بیاد. چی؟ نور پنجره‌ای در اینجا وجود داره که از پنجره نور خورشید میتابه روی اینجا و نصف تصویر رو که من اینجا میکشم به شدت نور میده. بنابراین من یک تصویری در اینجا دارم که یه بخشیش نورخوردگی خیلی شدید پیدا کرده. میخوام این نورخوردگی شدید رو که میتونه نان لینیر باشه و شکل‌های مختلف داشته باشه. نقشه رو نگاه کنید دوباره، این نقشه ممکنه که اینجا کرکره وجود داشته باشه و این خطای نور افتاده باشه اینجا. اینا خطای نورن، خطای نور اضافی، خطهای نور اضافی ایلومینیت شده به صورت نانلینیر. میتونه کاملا متفاوت هم باشه. این یه چراغ دیگه هم در این جهت نور رو داده باشه و یه منبع دیگه همینطور و این چیزها، یعنی این نورهای اضافی که به تصویر اعمال شدن باید حذف بشن. برای ما باید اینا رو حذفشون کنیم. حذف نانلینیر ایلومینیشنی که از بخش‌های درس ماست که بهش خواهیم پرداخت. این جزء پری پروسسینگ های ماست. دیگه چی؟ دیگه یک نکته، یک جریان خیلی مهم و جالبی که اتفاق میفته، مسئله به پرسپکتیو رفتن تصاویر هست. اصلاح پرسپکتیو تصاویر. جریان از چه قراره؟ جریان از این قراره. مثال میزنم. فرض کنید من این صفحه شطرنج دارم، اینجا صفحه شطرنجمه، حالا اینم خیلی خلاصه میکشم که معلوم بشه. اینم که خب سیاه و فرض کنید صفحه شطرنجی هست اینجا و اینم که اینطوری کیه و اینم اینطور. این صفحه شطرنجی من از این دوربین رو میگیرم و از این یه عکس میگیرم از توی این زاویه. اتفاق که میفته این چیزی که میبینم این. و حالا اینو باید مثلا حاشیه بزنم که من دیگه ادامه نمیدم به خاطر ضیق وقت و اینا. خب برای من اشتباه کردم و به جای اینکه دوربین رو صاف بیارم بتونم عمود بالای سر این و درست عکسی رو بگیرم که مد نظرمه، با زاویه دوربین رو گرفتم به این و عکسی که برای من به دست اومده این چیزیه که در اینجا. بنابراین پرسپکتیو تصویر خراب شده. من میخوام ببینم که آیا پردازشگری وجود داره که برگرده و به من تصویر اصلی رو بده و همون چیزی که در اونجا وجود داشت رو به من بده و این رو برش داره بیا بذارش تو اینجا. آیا همچین چیزی وجود داره؟ به این مجموعه عملیاتی که اینجا هست یعنی ایمیج وارپینگ که یه بخشی از درسمونه که به آن خواهیم پرداخت و یاد میگیریم که انواع دیفورم ها یا شکل های ناجوری که به تصویر اعمال میشه و اون رو از پرسپکتیو خارج میکنه توسط چه پردازشگری ممکنه به حالت اولش برگرده. یه دسته دیگه مهم از پردازش های اولیه که بر روی تصاویر اعمال میشه عبارت است از image in painting.
این جریان از این قراره که یه عکس تاریخی وجود داره، نمیدونم از یه ساختمان عکس تاریخی، نه عکس موجود و تنها عکس موجود از یک چیز مهم. حالا این چیز مهم میشه یه مدرک باشه، میشه یه آدم باشه، میتونه هر چیزی باشه. مثلا فرض کنید در مثال من دوباره گربه رو میکشمش، چون عکس دیگه ای نمیتونم بکشم و اینم که سیبیلاش و اینم که خودش. اتفاقی که توی این عکس میفته اینه که اینجا یه افتادگی ایجاد میشه، اینجا این چشمش پاک شد، اومد تا اینجا، این تیکه پاک شد، این ابرو هم که اینجا بود، این ابرو هم از اینجا پاک شده بود. یعنی یه همچین ناحیه‌ای که میبینید از تصویر کاملا حذف میشه. ناحیه این چیزی که اینجا آشور میزنن ناحیه حذف شده از تصویر. خب پس من یه دفعه دیگه اینجا بکشمش گربه رو اینجا و اینم که سیبیلاشو، حالا اینو از اینجا پاک میکنم مثلا. حالا پس این تیکه الان پاک شده. حالا اینم که این تیکه دماغ هست، بقیهش حذف شده، این ابرو هست، این ابرو بزرگ هست، یه تیکه اینجا فقط ابرو باقی مونده. حالا من میخوام که برم و بقیه این رو که ناقص شده کاملش کنم. به این پدیده میگن ایمیج این پینتینگ، یعنی پر کردن نواحی افتاده از یک تصویر، که بحث بسیار جالب و شیرینیه برای روش هایی که در اینجا وجود داره. و از کجا مثلا اگه این الان اینجا افتاده، از کجا میدونه که باید یه خط از اینجا به اینجا وصل کنه؟ یا اگه که میدونه که اینجا ابرو رو چیز کرده، از کجا میدونه که موهای ابرو رو اینجا اضافه کنه؟ اگه صورت گربه اینور نقطه هست، از کجا میدونه که اینجا باید دقیقاً نقطه بذاره به طوری که متقارن بشه با این؟ و مباحث فوق‌العاده زیبایی در اینجا پیدا میشن که بسیار ایمیج این پینتینگ یکی از مباحث فوق‌العاده زیباییه که در اینجا وجود داره. یه دسته دیگه از کارهای پروسسینگ اینه که رنگی کردن تصاویر خاکستری. تصاویر خاکستری رنگی کردن. من تصویر خاکستری دارم، خیلی خوب، تصویر خاکستری. مثلا مثل چی؟ مثل تومورایی که توی مثلا بدن یه آدم وجود داره و تکیه‌هایی که تو بدن یه آدم وجود داره و اینا سطوح روشنایی مختلفی داره. چنانچه خواهیم دید چشم انسان قادر نیست بیشتر از 24 سطح روشنایی سیاه و سفید را در یک ناحیه از هم تفکیک کنند. 24 تا اگه این تومور توش تغییرات سطح وجود داشته باشه و 24 تا سطح مختلف کنار هم دیگه باشن و 30 تا سطح مختلف در اینجا وجود داشته باشه، چشم انسان قادر نیست که این 30 سطح روشنایی رو از هم تفکیک کنه. و برای پزشک خیلی مهمه که بدونه نقاط تاریک اینجا و نقاط روشنش کجا هاست تا بتونه تصمیم بگیره که آیا این سلول در اینجا سالمه یا نه. خواهیم دید که چشم انسان قادر نیست بیشتر از 24 سطح روشنایی مختلف را بیشتر از 24 سطح روشنایی سیاه و سفید را در یک ناحیه از هم تفکیک کند. اما چشم انسان قادر است حدود چند میلیون رنگ را در یک ناحیه از هم تفکیک کنه.
این چیزی که من در اینجا نوشتم، این دو تا جمله، یکی این و یکی این دو تا بنیاد علمی هستن که موجب میشن که ما ببینیم که آقا ما میتونیم، حالا که این تصویر ما سیاه سفیده و دکتر نمیتونه با دقت تعیین کنه که این سطوح روشن و تاریک کنار هم کجاهان، میتونیم بیایم این کارا بکنیم که با یک پردازشگر سودو کالرینگ، یعنی رنگی کردن تصاویر خاکستری. آیا میتونیم بیایم این کار رو انجام بدیم؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ یکی از اینا رو میگیرم و اینجا پزشک میگه که اینجا قرمزه، اینجا زرده، اینجا آبیه و تمام اینا رو میتونه اصلا تفکیک کنه، با دقت میتونه تفکیک کنه، با یک نگاه بدون اینکه احتیاطش بشه، با دقت بشینه به سطح‌های خاکستری نگاه کنه که ببینه آیا اینا کدومشون نسبت به دیگری تاریک و اینا اصلا زرد و سرخ و سیاه و ارغوانی، یعنی به خاطر اینکه چشم انسان قادر است چند میلیون رنگ را در یک ناحیه از هم تفکیک کنه و بنابراین اینجا این سود و کالر شده، یعنی به اصطلاح به طور مصنوعی رنگی شده و این پیش پردازش به ما کمک میکنه، به انسان کمک میکنه که بهتر تشخیص بده، به کامپیوتر میتونه کمک کنه که بهتر تشخیص بده و یکی از روش‌های مهم پیش پردازش